دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ اومدید داخل بازی شمشیر بازی که اسمشم نمیدونم، مثل اینکه اسمش این بازی زده خواستیم به نصب. بچه ها این ویدیو یوتیوب من، پس حتما دنبال کنید و لایک کنید و عشقای منید و دلم شما دوست منید و دوستتون دارم. و بچه ها ویدیو آپاراتمو برین حتما نگاه کنید، پاپی پلی تایم در ماینکرافت. خیلی خب بچه ها، آمد سراغ این بازی و من اگه دوست داشته باشین داخل یوتیوب و جای دیگه هم میخوام بذارم. اگه این جاشو دوست داشتین، این حالت اسکلتی داره، اسکلتی رو میذارم، اونی که حالت کلا خود داره میذارم، اون توپه رو و همه رو میذارم براتون خب داخل یوتیوب. پس پس حتما من دنبال کنید و لایک کنید تا بتونم اینا رو براتون بذارم و انگیزش بگیرم براتون بذارم. خیلی خب بچه ها، من خب میخوام برای شروع اول یک نفره بازی کنم، بعدم بخوام حالا اگه بشه با یه بچه های دیگه هم، حالا با رفیقای دیگه هم، مثل ابوالفضل یا مثلا بردی یا اینا بیام براتون بازی کنیم. خیلی خب بریم داخل بازی. بچه من خودم خیلی راضی کردم خب و عاشقشم و خیلی خوبه بازیش، قشنگه واقعا، من خوشم میاد ازش و بریم بازی کنیم. آها بچه سلاح خودش میده و خودمونم گاهی وقتا میتونیم سلاح رو انتخاب کنیم. خودش حاجی خودش کشت. بچه اون بالا امتیازاتمونو میزنه. آه خدا، وای بگیر، بمیر روجی، پارت بتونم نامرد. حالا خب تو اینجایی، حالا اینجا ویدا پاتو زدم. اوف ایش، بریم پایین، بریم پایین، چه سخت. ای داشت ویش، آرام آرام، من میام بالا دارم پایین بمون. آفر این یکم طولانی. آها بیا پایین، آها بیا تو هدف، بگیر بابا. هوش 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 هوش، وای وای. آه بستنی، کوه بستنی. بچه من خودم وا کردم، این اسکین رو خودم وا کردم، باید بدبختی واس کرد. خب بگی که اومد. خب بگیر. هی بمیر جونم. بره این زیر بچه گوش کوبیده میشه بسد. من زد. بگیر جامعه. نیکان گینکینگ همیشه برنده است. چه آهنگی داداش، ما رو دشمن انداخت تو مذاب. برو پیشش. بزن زنگو ببینم میشناسی ارژنگو. بگی هوش، اجدا کو. های برو پیشش با خودش. بگی شوت. ردیف. آها های بگی ببینم.
اینم برای تو. کاپیتان آمریکا. کاپیتان آمریکا. بچه این موجودات ایتالیایی رو میشناسید دیگه، مثل توم 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 سعود ترلله را ترلله، اینا رو که همه رو میشناسین دیگه. اونایی که میشناسن لایک کند و اونایی که نمیشناسن هر کی دلشون میخواد بکنه آخرش. چون یوتیوب من جدیدن خوب نمیشناسم، با یوتیوب میدونی هرچی به نفهمه من زبط بتا. حالا هرچی دوست دارید بچه. بعدش دیگه کلا بچه من چند تا کلیپ، 2 تا کلیپ در موردش پیدا کردم داخل آپارات. این کلیپ ها رو میخوام بذارم و بشینم اونا رو با هم دیگه بشینیم هم نگاه کنیم و هم عشق و حال کنیم، با هم بشینیم با هم دیگه نگاه کنیم. بشینیم با هم دیگه نگاه کنیم و بعدش دیگه با هم بشیم. چی میگم؟ همیشه اینو میگم. نه بشیم با هم دیگه نگاه کنیم و بچه هم من حالا نمیدونم شما با صدیقتون نه بله شما ایده چرتی بود. دو دلم یه دل میگه بذارم. آره تو که ویدیوی بعدی خواستم براتون بذارم، میرم به قول آپارات اونجا بهتون یه کلیپا رو بهتون نشون بدم که ببینین و نه ولش خوب نیست. چه دو دلم بخواب بینم. خب خودشو کشت. خب بچه فکر کنم این خیلی به شما حال نداد بازیش، به نظرم خودم چون حال نداد. بچه حالا این استاپ میکنم براتون. بچه ویدیو آپارات هم برید نگاه کنید و ویدیو اینا حتما نگاه کنید. به ویدیو آپارات رو فقط نگاه کنید، نه اینم نگاه کنید که داخل یوتیوبه. بچه خیلی خوشحالم که این ویدیو رو تماشا کردید و خیلی خوشحال میشم که خیلی خوشحالترم میشم که ویدیو بیشتری هم میتونم بزنم با این کاراتون. یعنی چی؟ یعنی مثل لایک کردن که واقعا به من انگیزش بیشتری میده و دنبال کردن شما. واو این که دیگه 100% عالیه. شما اگه من دنبال کنید و لایک کنید من اصلا حاضرم بشم اصلا 10 تا ویدیو توی یک روز داخل یوتیوب براتون میذارم، چرا که نه. و خیلی خوشحال شدم که این ویدیو رو تماشا کردید و حتی اگه لایک کنید داخل آپارات هم من هم دنبال کنید هم لایک کنید داخل آپارات هم مجبور بشم 10 تا میذارم، قول میدم. بچه ها لایک و کامنت فراموش نشه و حتما به من بگید که در مورد بازی چطوری بود که برای شما. میخوام چون پارت بعدیش هم میخوام برای شما برم، چون میخوام یه جای دیگه بهتون نشون دادم دیدم که کلا خودمون اسکلت رو خب براتون بذارم ویدیوشو و بریم با هم دیگه عشق و حال کنیم. بچه دمتون گرم ویدیو دیدید و برای قسمت بعدی خداحافظ.